سلام آقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه پست گذاشتم که دنبال ماشین بودم. بعد این 405 مدل 83 مشکی رو پیدا کردم، دوگانه است. بعد حالا ببینیم آقا، یه مدتی ماشین دست منه، ببینیم ارزش داره حالا بخریم ماشین مدل پایین، چون منم میخوام به عنوان ماشین روزمره ازش استفاده کنم. بعد فقط نمیخوام برسم بهش، یعنی ماشین زیر دستم، ببینیم آیا ارزش داره. چون خیلی ها میگفتن آقا پراید بخر، نمیدونم پراید مدل پایین بخر اگه میخوای استفاده کنی. من تو هم از پژو خوشم میومد، میخوام زمش کنم، خوشگلش کنم، واسه همین ترجیحم این بود پژو بخرم مدل پایین. بعد آقا این یه مدتیه که دست منه، بعد مشکل خاص نداره، فقط از لحاظ زیربندی و جلوبندی خیلی صدا میده. بعد باید به همه اینا برسیم. بعد خط و خش داره که با اصافکاری و نقاشی نیاز داره، حتما اگه تونستم میرسم بهش، رینگاشو اسپارت میکنیم. و الان این رکاباش پوسیده، باید همه اینا عوض بشه. بعدش چراغاشو اسپورت میکنم. خلاصه تا جایی که میتونم در توانم هست میرسم به شما. هم حتما فالو کنید تو اینستا، اینجا سابسکرایب کنید تو یوتیوب، بعد حمایت کنید. اگه حمایت کردید تونستیم انشالله جمعش میکنیم، این ماشین خوشگل ازش در میاریم. اگه نه حالا حمایت نشد همینجور میمونه دیگه. بعد سعی میکنم برسم بهش، بعد ببینیم چطور میشه دیگه. امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه. فعلا